وای دور قبلی امیر برگشته یه سوال. شمیم تو که اصلا راست نمیگی. آقا مثل من جرأتشو داشته باشین کاری که بهتون میگن انجام بدین. غزل هم دستش نرسا، فقط میفته رو من. بابا خدا رو شکر من دارم میچرخونم. شما الان چرا شروع نمی‌کنید؟ خب عزیزم به دوست پسرت بگو شروع کنه. تو مگه فردا مدرسه نداشتی؟ باشه بچه باشه، من شروع میکنم ولی خواهشان رو هر کی افتاد راستشو بگی دیگه، مثل دور قبلی نشی. خب جان من یه سوالی بپرس که مجبور شه جرأت بره. آقا جرأتش با من. سوالش هم با من. باشه بچه‌ها بذارید داره جالب میشه. آقا من بپرس. خب سخت نمیشه. نه ترس، سخت نیست. مثلا آخرین بار کی گریه کردی؟ بابا این دیگه خیلی لوسه. نه این نیست. آخرین بار کی پسر بچه غیبت کردی؟ بابا اینم لوسه. نه این نیست. غزل فقط پشت سر استاد رو غیبت میکنه دیگه. وای دکتر یوسفی. خدایش اونجای غیبت هم داره. آقا حالا ول کنین اینا رو. بپرس محمد بپرس. خب غزل آخرین بار کی با علی؟ چی؟ خودت میدونی دیگه. مسافرت؟ نه پس چی؟ یعنی تو نمیدونی. خب چی رو؟ گفتی که با علی. حالی چی؟ تنها بودید. تنین این دوست پسرت خیلی خورده. همیشه همینطوره. بگو دیگه. آقا بس دیگه، چه سوالیه که میپرسی؟ خوبه دیگه. خب نمیخوای بگی؟ جرأت برو. بابا میگه الان. بابا خب من اصلا نمیدونم باید چی بگم. با علی بودی؟ 6 ماه پیش. نه دیگه نشد. تفره نرو بگو دیگه. بابا جرأت. من میگم. نمیخواد خودش الان میگه. به نظر من که حالا که جرأته بره داخل دستشویی اینجا. لابد بره از شیر دستشویی هم آب بخوره دیگه. نه من نمیرم اونجا. اینجا خیلی کثیفه. همین اینجا چی بود گرفتی؟ بابا آخه همینجا هم به زور گیرم اومده. کجا؟ بابا دارم میرم یه وقت سیگار بکشم. وسط بازی؟ جرأت چیه؟ بابا بچرخه. یادمون میمونا. خودم یادم هست. چی شد یه دفعه؟ چرا زای بازی در میاری؟ من زای بازی در میارم. پس چی؟ من زای بازی در میارم. پس چی؟ این چه سال مسخره که داری از من میپرسی؟ خب میگفتی. والا اینطور زای بازی در میاری بدتر آقا. تو اگه چیزی نگی من اینطوری نمیشم. یعنی چی؟ تو بعدش بود 6 ماه بود. چرا تیکه میندازی؟ قرار شد دروغ نگی. من چه دروغی به تو گفتم؟ 6 ماه بوده؟ نه پس چند ماه بوده؟ خوبه که پیاماش هست. عزیز من و تو فقط اون موقع داشتیم با هم دیگه صحبت میکردیم. آها اون موقع تو با علی هم صحبت میکردی؟ یه دفعه زدی زیر همه چی. مگه دیوونه؟ قضیه من دیگه با تو فرق داره. چه فرقی میکنه؟ تو به قضیت با تنین جدیه؟ آها میبینم که برای جدی شده. عزیز من و علی قرار با هم ازدواج کنیم. علی به من سوال کرد بیم. از خاطر من؟ محمد بیخیال. یعنی چی بیخیال غزل؟ علی میدونه زمانی که بهش وعده آوری میدی با منم بودی؟ چیزی نبود. یعنی چی چیزی نبوده؟ بوده.
دیگه نیست.